فلج اطفال یا پولیو یک بیماری ویروسی است که به عنوان ویروس پولیومایلیتیس شناخته می شود. این ویروس اغلب از طریق آب یا غذا منتقل می شود و سپس به سیستم عصبی حمله می کند و به ویژه سلول‌های عصبی حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ضعف عضلانی و گاهی اوقات ناتوانی کلانتر افراد می شود. بیماری پولیو در گذشته یکی از عوارض شایع در کودکان بوده و می توانست منجر به فلج موضعی یا حتی کلی شود. با توسعه واکسیناسیون‌ها به ویژه واکسن ضد پولیو، امروز این بیماری در بسیاری از کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. علائم فلج اطفال ممکن است متنوع باشند و این تنوع به شدت حمله و ناحیه‌هایی که تحت تاثیر قرار گرفتند بستگی دارد. در بسیاری از موارد افراد مبتلا به پولیو علائم خفیف تا متوسط دارند و در موارد کمتر حملات شدیدتر و بهبودی ناقص ممکن است رخ دهد. برخی از علائم شایع فلج اطفال عبارتند از ضعف عضلانی. این ضعف ممکن است به طور ناگهانی یا پیشرونده ظاهر شود و ممکن است در ناحیه‌های مختلف بدن رخ دهد. درد و حساسیت در نواحی مبتلا. افراد ممکن است در نواحی که عضلات آسیب دیده‌اند درد، حساسیت یا تورم احساس کنند. سابقه حملات. بیماران ممکن است سابقه حملات مختلفی داشته باشند که به طور معمول در ابتدا با تب و علائمی مشابه سرماخوردگی شروع می‌شود. مشکلات تنفسی. اگر عضلات حرکتی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، ممکن است مشکلات تنفسی نیز به وجود آید. مشکلات حرکتی و تعادل. افراد ممکن است دچار مشکلات در حرکت و تعادل شوند. برای تهیه واکسن‌های پولیو عمدتاً از ویروس پولیومایلیتیس که از انسان‌ها جدا شده است استفاده می‌کنند. این ویروس از انسان‌ها به دست می‌آید و سپس در محیط‌های آزمایشگاهی کشف می‌شود و برای تولید واکسن به کار رود. استفاده از ویروس‌های انسانی برای تولید واکسن‌ها به دلیل شباهت بالا با انسان و همچنین اطمینان از ایمنی واکسن برای انسان‌ها انجام می‌شود. واکسن فلج اطفال عمدتاً به صورت تزریقی یا IPV و قطره‌ای یا OPV استعمال می‌گردد. واکسن فلج اطفال تزریقی یا IPV این واکسن به طور معمول از طریق تزریق عضله و یا زیر پوست انجام می‌شود. استفاده از تزریق به این دلیل است که واکسن باید به سرعت و به طریق مؤثر در سیستم ایمنی فرد جذب شود. قطره فلج اطفال یا OPV به صورت قطره به دهان افراد به ویژه کودکان تزریق می شود. این ویژگی آن را برای افرادی که به تزریق حساسیت دارند یا در مناطقی با شرایط بهداشتی نامساعد و کمبود امکانات بهداشتی بسیار مناسب می کند. واکسن فلج اطفال یا پولیو عمدتاً به عنوان یک واکسن امن شناخته می شود و اکثر افراد بدون مشکلی از آن بهره میبرند، اما همواره ممکن است در برخی افراد عوارض یا واکنش‌های جانبی ظاهر شود. برخی از عوارض یا واکنش‌های ممکن به واکسن فلج اطفال عبارتند از درد و سرفه، تورم یا قرمزی در محل تزریق، تب، خستگی یا ضعف عارضه‌آور، سردرد یا درد عضلانی. این عوارض معمولاً به مدت کوتاهی ظاهر می‌شوند و خود به خود بهبود می‌یابند. بیشتر افراد بدون مشکلی این واکسن را تحمل می‌کنند و در صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی در مورد واکسن‌ها بهتر است با پزشک یا متخصص بهداشت مشورت شود.